عزیزان برای پسرم دنبال یک زن خوب میگردم. اونایی که شرایطشو دارن میتونن پیام بذارن. قدش بلند باشه، حتما پوستش سفید، گندمیا و سبزا خودشونو قاطی سفید پوستا نکنن لطفا. دندونا سالم، عکس اوپیجی حتما قبلش تهیه کرده باشه. موها بلند، کاملا نچرال، موهای سوخته پوخته نباشه. لطفا جهازش تکمیل باشه که باز از فرداش پسر ما دنبال کاسه بشقاب و قاشق چنگال راه نیفته. خواهشم. تحصیلاتش حداقل فوق لیسانس باشه از یک دانشگاه معتبر. شغل و کار داشته باشه به اندازه‌ای که حداقل خرج خودشو بتونه برداره بیاره. تک فرزند باشه، نهایت 2 تا بچه، خانواده‌های پرجمعیت الکی پیام نذارن. رحم و تختان کاملا سالم. ما قبلش بررسی میکنیم که فردا با سر بچه آوردن اینا به مشکل نخورن. رفیق و دوست اصلا نداشته باشه. دختر رفیق باز اصلا نمیخوایم. نجیب، خانه‌دار، حداقل 5 نوع دسر، 4 مدل کیک رو بلد باشه بپزه. خیلی از عزیزان پرسیده بودن شرایط پسر چیه؟ پسر شرایط خاصی نداره، پسر دیگه، اهل کار، اهل زندگی. یک زن چی میخواد به غیر از همین؟